السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستین. برای شما سلامتی خواهان هستم. شما در شبکه قربانی عمر هستید. با شما هستم من افطاری کانال ابو مدثر. دوستان عزیز، از همه شما احترامانه خواهش میکنیم نوار را با دقت تا آخر تماشا کنین که این نوار خیلی نواری مهمی هست و در سامانه های اجتماعی بسیار مردم را در تعجب گذاشت. و ناگفته نماند دوستان، در ویدیو یک لایک مونین، به کانال ما پادپیسات کنین و در کامنتاری فکری خودتون بنویسین که خیلی مهم است. خب دوستان عزیز، رسمی که شما در روی اکران میبینید، این زن در حالت پوشیدن لباس احرامی که باید مردان پوشد و این زن پوشید و در گرد و اطراف کعبه طواف کرد. در اصل ما در این باره هر یکی ما و شما معلومات داریم. طواف کردن و زیارت کردن کعبه یکی از رکنهای دین اسلام است که اگر قوت و توانایی و شهد و شرایط داشته باشیم میرویم، نداشته باشیم هیچ کاری نمی شود. و دوستان عزیز، الکی این دوم زنی که در کعبه رفته با لباس احرامی که مردان می پوشد، این زن باور کرد و الکی در سامانه های اجتماعی خود را نشر کرد. سال گذشته یک نواری مانده بودیم، انا این دخترک بود و بسیار مردم نوشتند این مرد است و با زن مقایسه کردند، گفتند که با مانند زنها میتابد لیکن خود مرد است. اینها یکی از همان بلوگرانی که در صفحه های اجتماعی کمی مشهورند برای انا همین خیلی خود را نوار کردن، برای چنین حالت را کردن چیکار کردن؟ رفتن احرام با بر کردن. البته حج یک مکانی هست، مکه یک مکانی هست که مقصد با ما و شما کار ندارند. البته راهبردهای ما هر یک چیز و همواره یک نقصان و کمبودی ها را میفهماند، اما دیگر خارجی ها باشد این کار را نمیکند. هر کی چیزی خواهد همان است. و در مسئله پوشیدن احرام به هر یک ما و شما معلوم است که احرام تنها برای مردان درست است. زنها حق پوشیدن احرام را ندارند، دارند ولی چونانه که اینها خود را اوریان کردن، موی سرشان میتابد، کتفشان تو گردن میتابد، البته درست نیست. و در آن مکانی مقدسی که دل هر یک مسلمان میخواهد در اینجا باشد، یعنی که بیت العقیق. بیت العقیق یعنی چیست؟ همان کعبه ای که اولین شده در روی زمین قبله مسلمانان شد.